شما هردگان عزیز، بازی ایران و دانمارک از موبیزن تیوی و مرحله 16 جام جهانی در خدمت شما هستیم. بازی که آغاز میشه از همین دقایق صدر از گوشه زمین. حالا اینجا توپو میگیرن، یه حمله برای دانمارک هست. منصور میتونه توپو سال بکنه، همین کارم به زیباییش تامتر انجام میده. الیسینا واسه عالی و اینجا میگیره. کسپر شمایکل میتونست اون ضربه رو بزنه، تعلل کرد و افتاد جلوی پایه. پیتر شمایکل اصخایی میکنم، کسپر شمایکل. حالا برگردیم به وسط زمین. دمسگارد اینجا منصور به دنبال گرفتن توپ به او هست، شوت میزنه و میخوره به اخلاقی. ارسال بلند و قشنگ دیدنی بود این ارسال او. ردم میشه به هرچه به زیبایی هرچه تمامتر. ارسال بلند نشد، گل نمیخوره این دروازه‌بانه. خوبه دانمارکی، باباش اسطوره‌ای بوده برای در زمان خودش. شاید باورتون نشه ولی کمترین گل‌های چیپ رو همین پیتر اشمایکل پدر کسپر اشمایکل خورده. یه ضربه میزنه و گل. بالاخره روی کار صدرا و تاها دروازه باز شد. اینجا همه اومدن سمت صدرا، غافل از تاها که از اون ور داشت اضافه میشد. و حالا ما 1-0 جلو میافتیم از تیم ملی دانمارک. حسنیان ارسال بلند خیلی خوب برای تاها فرستاد. تاها میتونه گلشو بزنه یا گرفت، خیلی راحت هم گرفت در دستان خودش. جا حسنیان فرسته اخلاقی، باز هم صدرا رد کنه نمیتونه. اندرسن رو دیگه این صحنه نتونست رد کنه. جوی منصور توپشو گرفت، باز بینم به مختار به ابوالفضل شیخ. اینجا نشد. به ابوالفضل شیخ داد ولی شیخ دیگه پاسش نرسید. یه حرکت از تاها تونه تموم کننده این کار باشه، میزنه توی دروازه. تاها گلم میزنه، نگاه کنین. زد خورد به تاها در اون سن و توپ رفت در اون دروازه قرار گرفت. اما حالا تا نیمه اول جلو بیفتیم از تیم ملی دانمارک. یه حرکت نشد، سر بلند رو میخوان انجام بدن. باز هم دوباره رو میتونیم رو رد کنه. بله همین کارم به زیبایی هرچه انجام میده. صدرا توی دروازه. اثرگذاری روی گل اول با چه گل سوم هم بزنیم. چه بازی کردن این دو تیم و نیمه اول به پایان میرسه. خب آمارها رو در نیمه اولی چکی بکنیم. این که مالکیت بیشتر به نفع ایران بوده. 5 تا شوت داشتیم، هر 5 در چارچوب. ما یه شوت داشتیم اونم بیرون چارچوب بوده و ما یک دونه پاس از دانمارک کمتر داریم. تعداد پاس‌های صحیحمون یه دونه از دانمارک کمتره و پاس‌های که سالم نرسیده هم برابری. یه تک دانمارک داشته، 4 تکل ایران داشته. کارت زرد و خطا و آفساید و کورنر هم که هیچ. بریم اینجا ببینیم که تا الان فعلا امیر تاها بهترین بازیکن زمینه، پشتش صدرا و بعد این رتبه ها امیدرضا حسنیان و بعد حسنیان هم منصور بهترین بازیکن زمین شده. اشمایکل نمرش از الاسکاری کمتره و کمتر میریم به سراغ نیمه
دوم بازی. خب اومدیم به نیمه دوم بازی ایران و دانمارک. نیمه اولی که با 3 گل ما به پایان رسید. امیدواریم در نیمه دوم گل‌های بیشتری هم سهم ما بشه، گل‌هایی که واقعا میتونه برای رسیدن به مرحله 1/4 کمک بکنه و چون نزدیک بودی کونل بگیریم. خب نشد. حالا برمیگردیم به بازی. حسنیان میتونه اینجا بگیره، تکلش خیلی بیهوده بود. این بار دیگه تکل زد ولی اونجا جنسن بود، یه تکل قشنگ توپو گرفت در آورد و اینجا توپ از دست میده. علی سینا بد کار نکرده. منصور خودی پاس رو به داخل بده، تو به اوت میره. تقریبا تمومه. اینجا علی سینا بازم تو گیره میکنه و با گرفتن یه اوت وقت رو میخره. حالا سال بلند جوی منصور جلوش هست، تکلو میزنه. اینجا خیلی بد زد ضربش رو. علی اصغری در این دروازه قرار داره. و دروازه‌بان ذخیره ما شمس آبادیه. دانیال میتونه تا راه بندازه. چقدر قشنگ دید. تا میتونه اولین هتریک خودشو برای تیم ملی بشرمون انجام بده. نذاشته شمایکل مگه نه هتریک قشنگی میشد. ابوالفضل شیخ باز هم نمیرسه. یه گل از روی کورنل زد تو بازی اول. منصور دانیال هم نزدیک بود یه گل بزنه. گلش خورد به تاها و یعنی گل قشنگی میشد. ارسال بلند، شوت قدرتمند. دقیقه 81 این ارسال و این ضربه ما رو 4-0 از دانمارک قدرتمند قاره اروپا جلو میندازه. چه بازی شده. بازی ایران دانمارک قشنگ و حرفه‌ای داریم بازی میکنیم. 4 تا به دانمارک زدیم. امیدواریم که تا فینال رو پیش بریم. یه تو گیر خوب اما رسید به بازیکنان دانمارک. دوباره تو گیر میکنیم. یه پاس قشنگ، یه پاس تونگ دیگه. دانیال میتونه اینجا تموم بکنه کار رو. تموم کرد. 5-0. 2 گل هم در نیمه دوم و در مجموع با 3 گلی که در نیمه اول زدیم 5-0 بازی رو مقتدرانه بردیم. چه بازی شده ایران دانمارک. امیدواریم که بچه ما همینجوری ادامه بدن. صد بعدی هرچی هم باشه میزنیم. خیلی خوب کار کردیم ما دیگه نباید بذاریم دروازمون باز بشه. سیو عالی علی اصغری رد میکنه دانیال. آیا نوبت خوب خواهد بود. دانیال محمدی تمام میکنه کار رو. دانیال محمدی هتریک جانانه ای رو، بله هتریک هم کرده، یه هتریک از خودش به جای میگذاره و بازی تمام میشه. تمام شد. خدا نگهدار تا یک بازی دیگه.